دربی تهران یکی از حساس‌ترین و هیجان‌انگیزترین مسابقات فوتبال در ایران، جایی که اسطوره‌ها متولد می‌شوند و لحظاتی ماندگار رقم می‌خورند. اما در بین این همه رقابت‌ها، بعضی‌ها بیشتر از بقیه درخشیدند و نامشان برای همیشه در تاریخ این جدال جاودانه شد. امروز قراره برترین گلزنان تاریخ دربی تهران را معرفی کنیم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. رتبه 4، مردی که با هر دو پیراهن قرمز و آبی درخشید. فوتبالیستی که وقتی در زمین بود همیشه دربی را به آتش می‌کشید. مدافعی گلزن که هر وقت تیمش به مشکل برمیخورد خودش ناجی میشد. اما چیزی که داستانش رو خاص‌تر میکنه اینه که هم برای استقلال و هم برای پرسپولیس در دربی گل زده. یه مدافع گلزن که در حساس‌ترین لحظات ضربه نهایی را وارد میکرد. کسی نیست جز مهدی هاشمی نسب که با 5 گل در دربی نام خودش را در تاریخ این رقابت‌ها جاودانه کرده. رتبه 3، نماد تعصب آبی‌ها. او مهاجمی بود که هر وقت توپ به او میرسید مدافعان حریف ترس جانشان می‌افتاد. مردی که با شوت‌های سختگیرش و گلزنی‌های تماشایی‌اش یکی از اسطوره‌های استقلال شد. چهره‌ای که در حساس‌ترین بازی‌ها هواداران استقلال را به وجد می‌آورد. او کسی نیست جز غلام حسین مظلومی، مهاجم افسانه‌ای که 5 گل در دربی‌ها به ثمر رساند و برای همیشه در تاریخ این رقابت‌ها ماندگار شد. رتبه 2، سلطان گل‌های کلاسیک دربی. وقتی توپ به پای او می‌رسید دفاع حریف فقط می‌توانست دعا کند که دروازه‌شان باز نشود. مهاجمی که در دوران خودش کابوس مدافعان بود و هیچ دروازه‌بانی از ضربات دقیقش در امان نبود. 6 گل در دربی یعنی تأثیر ماندگار در حساس‌ترین بازی‌های تاریخ فوتبال ایران و این شخص کسی نیست جز حسین کلانی، یکی از بهترین مهاجمان تاریخ پرسپولیس که بارها دربی را برای قرمزها به جشن تبدیل کرد. رتبه اول، مردی که هنوز هیچ کس رکوردش را نزده. اگر از هواداران قدیمی پرسپولیس بپرسید که بهترین گلزن دربی کیه، همه یه اسم را به زبان میارن. او یک قاتل بالفطره بود که مدافعان استقلال را به وحشت می‌انداخت. در حساس‌ترین دربی‌ها گل زد و نامش را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد. کسی که تا امروز با 7 گل در دربی تهران هنوز هم برترین گلزن تمام ادوار این رقابت هاست. این شخص کسی نیست جز سفر ایرانخان، مهاجم افسانه‌ای پرسپولیس که هیچ کس تا الان نتوانسته رکوردش را بشکنه. اینها اسطوره‌هایی بودند که در تاریخ دربی جاودانه شدند. ولی به نظر شما کسی میتونه در آینده رکورد سفر ایران رو بشکنه؟ کامنت بذارید و نظرتون رو بگید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید.